ای خدا باید برای خدا باید برای به من بگو بی وفا باید برای خدا به من بگو. سلام علیکم به همه فارسی زبانان عزیز، خیلی خوش اومدید. پریسا هستم. برگشتیم با یک موزیک دلانگیز دیگه از کشور عزیز تاجیکستان، از رستم جان عظیمی عزیز. امیدوارم که حسابی لذت ببرید، تا ثانیه آخر با ما باشید. لایک و دیگه بزنن دیگه، نه؟ لطف میکنید کامنت هم برای ما میذارید، خوشحالمون میکنید، پیشنهاد میکنید. دور هم دیگه اینجاییم تا یه فضای خیلی باحالی رو با هم جلو بریم، کیف کنیم و از دقایقمون لذت ببریم. حتما چنلمون رو به دوستاتون هم معرفی کنین. دمتون گرم. بریم و سریعتر سراغ این موزیک ویدیوی جذاب. مگر دنیای من دنیای خم بود، مگر حرفی دلم بهر تو کم بود، بیده های ناسزا بار جوابم تمامی کرده یا بهر تو کم بود، بیده بیالا نوازه اون کوچولوه. آره سنش کمه، نونهاله به قولی گفتن. آره ولی 2017 خوش بوده، صداست. نونهال بوده ها. آره در ایران هم این مدل صداها هست، خوانندگانی هستن. در خواننده‌های داخلی ایران من چندین نفر رو میشناسم که مثلا مثل مهدی احمدوند و اینا صدای این شکلی دارن که فکر کنم ریتم خوندن و اینا رو داریم. آره ولی فکر کنم الانم پا به سن گذاشته باشه. 2017 بوده، الان دیگه 2025. 10 سال گذشته. آره 8 سال قبل. چه کرده من که ریاضیم ضعیفه. بیده های ناسزا بار جوابم، ولی هرچی من کردم بازم تمامی کم بود. کرده یا بهر تو کم بود، باید برای خدا به من بگو بی وفا، باید برای خدا به من بگو بی وفا، بعدی 1001 شب چرا تو گشتی جدا، بعدی 1001 شب چرا تو گشتی جدا. دارن. همون رو میخواستم بگم چه طرفدارای پر و پا قرصی ماشاءالله داره رستم جان. فقط این دوستمون که داره از ته میاد جلو رو شما داشته باش. ببین با عشق داره میاد تا چقدر خوبه این کشور. آره هر کی تو فاز خودش همه کنار هم دارن لذتشو میبرن، گوش میدن. خیلی هم مشخصا طرفدارای پر و پا قرص. چقدر سالن پر شده که توی راه پله‌های وسط صندلی گذاشتن نشستن. رستم جان به به. چرا از حرفی این قلبم توی سازم نمیخوانی، واقعا خیلی غمگینه ها. چرا هم خانه دردم تو کردی رفتی پینوانی، میانی کلبه سردم درونی آتشی دردم، کمی جان در لبی مردم خدایا، چرا با مهربانیت کناری من نمیمانی، مرا رها کن از غم پروردگاری عالم، چه خوب آهنگه. از غم پروردگاری عالم، زی جبر بی وفایی بلد رسید جانم، زی جبر بی وفایی بلد رسید جانم، دیگر هوس نمی کنم عاشقی را بس میکنم، دیگر هوس نمی کنم عاشقی را بس میکنم، غم را برای تو دیگر بدیل قفس نمی کنم، غم را برای تو دیگر بدیل قفس نمی کنم. سورپرایز شد چقدر قشنگ همه حفظ بودن، کلی همه داشتن باهاش میخوندن. قشنگ ریاکشن نشون میدادن دخترای گلمون. فکر کنم خیلی از اینا هستن که دیگه میگن چی میگن عاشقونه دوست دارن آره خواننده. آهنگم
باحاله، تو قشنگه. دوره خودش خیلی خفن بوده. خفنه دقیقاً. ویولون این آواز بود. باید برای خدا و من بگو بی وفا، باید برای خدا و من بگو بی وفا، بعدی 1001 شب چرا تو گشتی جدا، بعدی 1001 شب چرا تو گشتی جدا، باید برای خدا، باید برای خدا، باید برای به من بگو بی وفا، باید برای خدا به من بگو بی وفا، بعدی 1001 شب چرا تو گشتی جدا، بعدی 1001 شب چرا تو گشتی جدا. خجالت بکشی. تشکر زیاد عزیزان. از همون استارتی که رفت برای آهنگی میخواستم بگم خیلی قرار سورپرایز شیم از شنیدنش. ما سابقه من اسمشو اول نتونستم بخونم، تو واضح نوشته، ولی منتظر موندم که بعد گفت توی شعر دیگه ناسزا، یعنی تو هم که به من بعد این همه خوبی به من ناسزا هم که بگی، ولی من از اون کارهایی که برات کردم پشیمون که نیستم، هیچ کمم بود. و همه میرن یه بار اینتروشو من بشم. خیلی قشنگه صدا. آره ببین هم صداشون قشنگه، هم چقدر طرفدار داشتن و همه هم این آهنگو حفظ کردن. یه چیزی که خیلی قشنگ بود توی حالا این اجرا این بود که به نوجوان‌ها هم فرصت داده شده بود که مثلا دوستمون ویولون میزد توی یک همچین اجرایی. خیلی قشنگ بود همه چی. خوشمون اومد، خیلی لذت بردیم از شنیدنش و خوشحالیم که با یه هنرمند دیگه هم آشنا شدیم. هر عزیزی هر پیشنهادی داره حتما لینک موزیک یا ویدیویی رو واسمون توی کامنت لینکش رو بذارید، ممنون میشم. دمتون گرم عشقا، قربون شکل ماهتون، ماچ به کله هاتون. به امید دیدارتون برمیگردیم خدمت. خدا نگهدار.